پس کتاب رو با هم ورق میزنیم. جین آستین متولد 1775 و وفات 1817 نویسنده انگلیسی است. عقل و احساس که با نام حس و حساسیت نیز در ایران شناخته می شود، نخستین رمان آستین است. آستین نسخه اولیه این رمان عاشقانه را در 1795 وقتی 20 سال داشت نوشت. آستین در 1797 و احتمالاً 1809 رمان را بازنویسی کرد و نام آن را به عقل و احساس تغییر داد. داستان عقل و احساس در فاصله سالهای 1792 تا 1797 در منطقه‌ای در جنوب غربی انگلستان می‌گذرد. شخصیت‌های اصلی دو خواهر به نام‌های الینور و ماریان دشورت هستند که به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند و در گیرودار ماجراهای عاطفیشان عشق و دلشکستگی را تجربه